درود همدیاران عزیز، روزنامه نوبتی لایحه پرشکوه صنعت موسیقی سرود سال 2025 منظورتان و مهمان نوبتی ما یک سراینده ناتکرار. او برای خود می سراید، از دل می سراید و شاید از همین سبب هم به دلها رفته می رسد هر ترانه‌ای که او سروده است. کی باشد؟ می بینیم. بله عزیزان، عینی حال در پیش روی ما نشستن نشانه از عشق نسبت به صنعت موسیقی معاصر کشور، نشانه رستم. سلام و درود باری دیگر. سلامت باشین. سلام و درود خود را به مخلصان عزیز و تماشابینان میرسانم. تشکر. جشنواره سرود سال 2025 خیلی نزدیک از روزهای به شمار ماند. چه انتظاری ها دارید؟ انتظار هستم که تالار پر از مخلصان شوند. بله، اساس از همه. خرسند میشیم. امیدوارم که یک کنسرتی با شکوه خواهد گذشت. سال گذشته نغمه خیلی مشهور شد. مبارکتان باشد. سلامت باشید. درباره‌اش گویید. مؤلفی آهنگ ارانجировщик роберт میرزایان از تاشکент با اون برادری عزیز همکاری کرده بودم. همین سرود رو با من پیشکش کرد. یعنی این ایده اون کس بودن؟ ای بالا شوخو بالا مرا کردی مبتلا، عاشقت کردی مرا به نگاه والله، بیت حیات نمیشه هیچکی بجات نمیشه، جانم فدای تو میشه با من بمان همیشه. نغمه داره این دل که تو بیمانی، ای دل رفته نمیتوانی. اگر به رپرتواری شما نظر اندازیم میبینیم که کاور هم سروده. عموما به فکر شما سرودنی کاور سراینده را بسیار مشهور میکند یا اینکه برعکس، چون این سرودها الکی به گوش مردم گوییم به نمود دیگر رفته رسیدند و دلی آنها نشستند، خطر دارد؟ به فکر من که یگان خطر ندارد. سرود کاور را نه هر کس خوانده میتواند. وقتی که من همین سرود ایرانی رو آهنگ محسن یگانه رو خوانده بودم، ثبتش کردم، اون کس تماشا کردن، خوب قبول کردن، خبرش آمد. مخلصان چه خیلی قبول کردند؟ خوب. محض کدام سرود نشانه را در صنعت موسیقی معاصر کشور نشانه ساخت؟ اولین سرودی من با نام الایار، آهنگ خیرالدین شریف، مرا مشهور کرد. چهار مصرع می‌سرایید. الایار الایار داغ داغ ای دلی زار، داغ داغ ای دلی زار، الایار 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 زار زار ای دلی داغ، زار زار ای دلی داغ، الایار الایار الا ای جوری خموش چاک چاک ای جگرم، چاک چاک ای جگرم، الایار الایار هی گلیاس گلای در غمی گل بلبلای، گلیاس گلای در غمی گل بلبلای، یاری خوش داری ما مهرهی هر کوکلای، یاری خوش کردمان مهرهی هر کوکلای.
تشکر. آوازتان خسته نباشد. به فکر شما زمانوی بودن یگان چهارچوبه باید داشته باشد، چون زمانوی بودن خوب است برای خصوصا برای صنعتکاران، ایجادکاران، هنرمندان. بله حتما داشته باشد. باید کوشش کنی که از چارچوبه نبروی. اکنون هر سرود، هر ژانر استیلیستیکای خود را دارد، طلبات خود را بله. دارد. کوشش میکنی که باز با مردم هم پسند آیند. مخلصانی هستند که استرادا را قبول میکنن بسیارتر. مخلصانی هستند که خلقی را. کوشش میکنی که از همین چارچوبه بیرون نبری. یعنی دل یگان برایشان را نشکستن ایجاد کنید. و شما که بانو هستید چی فکر دارید؟ آرایشی گوییم لباس، طرحی گوییم آرایشی موی سر، دیگر و دیگر چیزها برای سراینده یگان نقش میبازد این هم، یا اینکه تنها استعداد و گوییم مهنت؟ راستی من زیباگی رو دوست میدارم، خاکساری را، زمینی بودن را. چی نقشه ها در پیش است؟ امروز میبینیم با یک انرژی خاصه در گویم رو بروی ما نشستید و این یک پاداش خوبی خواهد داد. ما همین نیت را داریم. نصیب. راستی نقشه ها بسیار هستند. همین قدرش را میگویم که سرودهای نو در پیش است. انتظار باشند مخلصان عزیز. بیاید یک بازی میگذرانیم. من به شما یک دو وریانت پیشنهاد میکنم و شما باید حتما یکی از وریانت ها را انتخاب کنید. قبول؟ و ما طریق این بازی باز هم تیز هرچی بیشتر درباره نشانه رستم معلومات خواهیم گرفت. استراحت یا ایجاد؟ ایجاد. صحنه یا خانواده؟ خانواده. سرود زمانوی یا سرود جاویدانه؟ جاویدانه. شعر یا آهنگ؟ شعر. کلاسیکی یا استرادی؟ هر دویش. کاور یا مؤلفی؟ مؤلفی. جدیت یا شوخی؟ هر دویش. حقیقت تلخ یا دروغ شیرین؟ حقیقت تلخ. تشکر. سلامت باشه. و این حال میتوانید در آخری روزنامه بهره مخلصان خود یگان نیتی نیکی که در دل دارید بیان نمایید. سر اول برای مردمی سربلندی تاجیکان سلامتی سربلندی آرزو میکنم و مخلصان خودم همچنین آرزوها نیتای خوب دارم. همه وقت سربلند باشن. تشکر. سلامت باش. عزیزان، این احساسی فورمی که این حال ما را فرا گرفت ادامه خواهد یافت در لایحه پرشکوه صنعت موسیقی سرود سال 2025 که برگزار می‌گردد سنه 24 ینور در کاخ باربد ساعت 16:30. ما شما را انتظاریم. وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، سرودی سال 2025 24 ینور ساعت 16:30 در کاخ باربد. чиптаҳоро онлайн аз сомонаи тикитон.tj дастрас намоед. Сарпарастику ширкати ватании Арвис.